درود، وقت بخیر. با بازی ماسک امپایر خدمت شما هستیم. ماسک امپایر گزینه هایی که داره رو معرفی میکنم. مخصوصا مثل کلیکی که میکنیم پولی که بهتون میده، پول به چاپ یا ارنشه. بهترین کوین یعنی همون آپدیت میکنیم، کارت میخریم. شهر جایی که میتونیم کارت ها رو بخریم، یا یه 3 تا کارتی که من معرفی میکنم بهتون اونو بگیریم. زیر مجموعه گیری داره، کوست داره. کوست همون کوستی که داخل کانال قرار میدم، یه سری کدا رو میتونید بزنید اونجا بیشتر در بیارید. از این بخش تنظیماتمونه، این سطحمونه. این بخش هم که سود روزانه‌مونه که با قسمت بهترین کردنشون بیشتر میشه. برای بخش تنظیمات، در صورتی که شما زبانتون انگلیسی هست، میتونید از بخش دوم زبان فارسی کنید، یا زبانتون اگه دوست نداره همون انگلیسی باشه. تنها فرقی که میکنه تو زبان انگلیسی، گزینه ها راستچین چپچین میشن. یعنی اگر من دارم فارسی بهتون توضیح میدم، اگر رفتم یه بخش خاصی، شما میتونید از سمت چپچین یا راستچینش عوض میشه. پول به چاپش که همون صفحه اوله کلیک میکنیم و جایزه میده. بعضی وقتا به خاطر اینکه مثلا من الان اومدم 3 تا کارت زدم بیشتر بهم میده. بعضی وقتا دقت کنید، بعضی وقتا به جای 5 تا 10 تا به من میده. خب میریم تو بهترین چیه؟ مثل همه سه تا بخش داره. برای خرید کارتتونه، شما کارت میخرین، بابتش پروفیت ساعتی میگیرین یا سود ساعتی میگیرین. بهتره که مثلا بازی قبلی کارت هایی رو بخرید که سود بهتری بهتون میده و سود ساعتی بهتری بهتون میده. گزینه های شهر وجود داره. شهر چند تا گزینه داره. جوامع همون زیر مجموعه گیری، بورس همون قسمتیه که 3 تا کارتی که من بهتون میدم میتونید انجام بگیرید و انجام بدید. منطقه هیجان فکر کنم برای کسایی که کلیپ یوتیوب، تیک تاک یا اینستاگرام میگیرن، میتونن برای تیم بفرستن و جایزه داخل بازی رو بگیرن. مذاکرات یه بخشیه. شما وقتی از قسمت بهترین کن مذاکراتتون رو گرفتین، اگر اینجا باشه بهتون نشون بدم، چون خودم نگرفت. خب نکنید بخش مذاکرات اینجاست، درسته، همون بخش شخصی. به این صورته که شما یه دوست رو دعوت میکنین و باش مبارزه انجام میدید. من هنوز الان انجام ندادم خودم. اگر انجام دادم بعدا خب به 100% انجام میدم و موقع انجام دادنش سعی میکنم فیلم بگیرم بهتون نشون بدم. ما با بخشایی که کار داریم بیشتر، شهر، بورس و اوراق بهادارمونه. 3 تا کارتی که من معرفی میکنم میتونید بیاید بگیرید. بخش بهترین کن که میای جایزه هاتون رو، پروفیت ساعتیتون رو افزایش میدین یا سود ساعتیتون رو افزایش میدین. کوست همون اگه دقت کنی یه سری کوست داره. مثلا میگه 5 تا رفیقت رو دعوت کن، در 6 تا صندوق سرمایه‌گذاری کن، 10 تا دوست رو دعوت کن، توی 10 تا مذاکره برنده شو. برنامه جدید با ماسک و با سریال جدید. این بخش سریال جدید نکنید نوشته سریال جدید در کانال ماسک امپایر تماشا کنید. اگه به صورت انگلیسی براتون باشه، من یه بار میرم که انگلیسی بشه. خب What's new سریال آن ماسک امپایر چنل. خب هیچ فرقی نداره انگلیسی باشه چه فارسی باشه. یه کدایی بهتون میدم داخل بازی، مثل اگه تبساب بازی کرده باشید، میرین اون ویدیو رو نگاه میکنین یا ویدیو رو میذاریم نگاه میکنین و میذارین بگذره تایمش و میایم روی کوست کلیک میکنیم. خب من کد رو وارد کنم، از تو کانال کد میگیرم 45 3 تا 6. همونطور که میبینید بازم اینجا اومدم جایزه گرفتم به همین راحتی. سرمایه گذاری 6 تا صندوقم انجام شده بود، میام جایزه رو میگیرم. یه بخش دیگه داره به نام پاداش روزانه.
شما میتونید بیاین پاداش روزانه‌تون رو بگیرید و هر روز به سر بگید. محتوام که اگه دقت کنید اینجا قرمز زدن همون ساخت کلیپ های ویدیویی که بهتون جایزه داخل بازی رو قرار بده. پس چی شد؟ شهر میایم کارتایی که روزانه بهتون میگم میگیرین. کوست بخشیه که شما میتونید بیاین اون کدا رو بزنین یا یه سری کارهای خاصی میگه انجام بدید. الان مثلا نوشته ثبت نام در بایبیت، شما میتونید ثبت نام کنید اما شما نمیتونید KYC انجام بدید چون ایرانی هستیم و اجازه نداریم داخل بایبیت KYC انجام بدیم یا ارائه هویتمون انجام بدیم. بیشترین بخشی که کار داریم همین بخش سود ساعتیه که شما باید بیاید کارتاتون رو باز کنید و بهترین کارتا رو بگیرید تا بیشتر درآمد داخل بازی داشته باشید. توضیحات بعدی اگر اضافه شد براتون قرار میدم. اگر سوال خاصی دارین میتونید از بخش توضیحات کانال تلگراممون آیدی منو پیدا کنین و بهم پیام بدین. سعی میکنم زودتر جوابتون رو بدم. موفق باشید.